قدخه او اپراسیون لسر 6 تاخین نفچه سورا آمده در روژا 5 هفتهان دا دومه. زیانک پر مزن لمال و سوکان چه بویه. تبی پولیس و لشکر و شربان و سویلان حتی نها 19 کس جیان خوش دستانه در قدخه و اپراسیون گران این سوره دا. هجای بیرخستنه کل 7 باجار و 20 نافچه‌یان 56 جاران قدخه هات اعلان کرن و بگشتی 332 روش قدخه چیبول هریمه. جمعه هشتم و 196 سویجی در قدخه انده جیان خواج دستان. قدخه لجزیره جی دومه او در روش 45 ده. حتی ایرو 606 کس جیان اخوال لجزیره دان جبر اپراسیون و پرچونان. جمعه تموز بر بشی لجزیره 99 کس هاتن کشتن قدخه انده. لسلو پجی قدخه در روش 43 انده هات را کرن لی هیجی ایواران قدخه دومه. در قدخه داوی آسلو پیاداشی 28 کس جیان اخواج دستان. لی بگشتی در قدخه نسر سلوپ دا 42 کس کپرانیان سیویل و زاروپون هاتن کشتن. HDP پشت کنگره خواه بریار دا که وی بناوی مشه بوتانه چالکی اکل دار بخه و بر و جزیره وحره. بسادان چالکبان لنابرا نسیبین و جزیره کن بون و دخوازن هر نابچه. هر جاری چالکی راست مداخله پولیس آنته و کسی کچونه چالکی مجبور منین که باکوین. جعالیه دنوا فرحت انجو لیلا بیلیک لشر نخید خوزن در باس جزیره ببین لی هر جاری هولدان وانجی جعالیه پولیس آنته آستنگ کرن. هجای گوتنه که نهال جزیره 25 هل بریندار دمالک دا آسیمانه و لبنده آمبولانسینه لی تو هولدانین پارلمنترین HDP هجی انجام ندایه. حتی نها جبرینداران چار خورد و کچ جیان خواه جدستانه جبر خون زیده آچویی. جعالیه دنوا قبادکارین تندرستی چلاکی خواه که نوی نوبت سپیله کرنه لآمده دومینن. قبادکارین سندکای ساغلمی 35 روژه که ندجی اپراسیون و قدخیان لبر آواهی شارداری آمده چلاکی یک دای دست بکرن. هر وها سندکای پروردهی جی بریار نوبت آشتی کرد و اوجی لبر آواهی کجده دست چلاکی کرن داکو بالا رای اگشتی بکشین سر روشا خمبار قدخیان. خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد.